حکم تظاهرات حرامه. در دین تظاهرات وجود نداره. هیچ زمان شما نمیتونیم ثابت بکنین که بلال و سلمان و ابوذر و نمیفهم سعد ابن ابی وقاص و ابو هریره جمع شده باشن در مقابل حجی ابوجهل تظاهرات بکنن. این تو چیزی در دین وجود نداره. اصلا این تو چیزی وجود نداره. در دین چیزی به نام تظاهرات وجود نداره. در تظاهرات دروغ گفتن هستی، در تظاهرات مخلوط شدن مرد زن هستی، در تظاهرات هتک و حرمت هستی، در تظاهرات چپاول کردن مالهای مردم هستی که مالهای مردم چپاول میشه، در تظاهرات شیشه های دکانه های مردم شکسته میشه، در تظاهرات که از سر راهها بند میشه، کسی که مریض به شفاخانه رفته نمیتونه. و رسول کریم صلی الله علیه و سلم فرمود کسی که در سر راه مانع بیاره الله بر این انسان لعنت منه. این حرامه. دشنام دادن و بهتان دادن در داخل تظاهراته و خیلی موقع آدم کشتنه. فعلی میشه یک انسان کشته میشه. از نظر شریعت مقدس اسلام اگر حاکم مسلمان حق مردم را تلف کرد از دو حال خالی نیه. حاکم ظالمه باید بریم نصیحت بکنیم، بریم دم دروازه حاکم بکوبیم، علما باید بر او نصیحت بکنه. اگر نصیحت را قبول کرد الحمدلله، اگر قبول نکرد باید صبر بکنیم. تظاهرات وجود نداره. تظاهرات یک پدیده غربی و یک پدیده کفری که در جهان اسلام. و اگر حاکم کافر بود علیاذ بالله، حاکم صراحتا کافر شد، گفت من نماز قبول ندارم، روزه قبول ندارم، حج قبول ندارم، اینجا دیگه باز شما از دوال خالی نیه. آیا قدرت داریم یا حاکم را کنار بزنیم یا قدرت نداریم؟ اگر قدرت داریم او کنار بزنیم کنار بزنیم، اگر قدرت کنار زدن نداریم باید با صبر بکنیم. چون نمیشه دست از کلاش واسه دست شما دیگه کار آشپزخانه باشه بریم خودتو بجنگیم. اون موقع دیگه هم کفر صورت میگیره هم قتل صورت میگیره و اسمهما اکبر من نفعهما، باز دیگه گناه از نفع از زیادتر. و اگر کسی تظاهرات کرد و فعل صورت گرفت و کشته شد شهید دیه. بفهمیدید؟ بازی رقم نباشه که بگیرق سبزی هم بالیز بالا کنیم لا اله الا الله نوشته کنیم که والله این شهید شد. هر کسی که در میدان تظاهرات رفت، مسئله فقهیه، هر کسی که در میدان تظاهرات رفت و کشته شد شهید نیه. چرا؟ چون در معصیت رفته. در راه معصیت که کسی کشته شه شهید نمیشه دیگه. شهید میشه. یک نفر بره دزدی با کشته شه بگن والله شهید شده فلانی، یک نفر رفته زنا بکنه باز کشته بشه بگن فلانی شهید شده. تظاهرات حرامه، رفتن به تظاهرات مردوده و اگر کسی در دنبال این کار حرام رفت و کشته شد این آدم شهید نیست.